قال جحا گفت إنه حساء لذيذ الطعم، إنه حساء لذيذ الطعم، من ذاقه مرة لم يجد بعده حساء ألذ منه. واقعا سوپ لذیذ و خوش‌طعمیه. هر کس که اون رو ذاقهو، این اون همون هیه که الان ترجمه کردم، اون هر کس اون سوپ رو، این هی برمیگرده به حسا، من ذاقهو یعنی ذاق الحسا، هر کس که اون رو یک بار مرتن، یک بار، یک دفعه بچشه، ذاق یذوق، ذوقی میگی و بگی چی؟ بگی خوش سلیقه‌ای، حسن الذوق، انت حسن الذوقی، اینو یعنی خوش سلیقه، حسن الذوق. وقتی حالت یه جور دیگه مثلا میگم مثلا فلان 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 چیز، خب یدلو علی، دلالت دارد بر خوش سلیقگی تو، یدل علی حسن الذوق، حسن الذوقی، حرکت عوض میشه، حسن الذوق یا حسن ذوقکی، خوش سلیقگی تو. حواستون باشه چه شکلی استفاده میشه. اگه یک بار اونو بچشی دیگه، یعنی اگه یک بار اونو بچشی، من ذاقه مرة لم یجد بعده حساء ألذ منه، اگه یک بار اون سوپ سنگو بچشی دیگه سوپی لذیذتر، الذ اسم فاعل، اسم چیز، اسم تفضیل از لذیذ و اینا، الذ افعل که در هم ادغام شد دیگه چون دو تا حرف مشترک داره، مضاعف اینا، پیدا نمی‌کنی لذیذتر از اون سوپ. فاشتاقت زوجة الرجل لمعرفة هذا الحساء، مشتاق شد همسر این آقا برای شناختن دستور پخت به قول این سوپه. و قالت کیف یصنع هذا الحساء، و گفت چگونه ساخته می شود این سوپ. ادامه داد قال جحا وصلنا الى هنا انني لا احسن وصفه، قال جحا انني لا احسن وصفه ولكن استطيع ان اصنعه لكم اذا اردتم الان. میگه من نمیتونم به خوبی وصفش کنم، توصیفش کنم. وصف مصدر اینجا. اننی لا احسن یعنی به خوبی از کاری بر نیومدن. لا احسن انا احسن التحدث باللغه العربيه، من بلدم، به خوبی بلدم به عربی صحبت کنم. اینجوری این فعل حواستون باشه. اننی لا احسن وصفه ولكن استطيع ان اصنعه لكم اذا اردتم ذلك، اذا اردتم الان. من نمیتونم خوب وصفش کنم واقعیتش، ولی اگه خواستید، ولی میتونم اگر شما بخواید، البته اگه الان شما بخواید میتونم که براتون درستش کنم. قالت نعم نريد ان تصنع لنا حساء الحجاره کی نذوقه، بله میخوایم که اینو درست کنید تا اونو بچشیم. طيب اذا اینجا بچه معنی، اینجا میبینید معنی پس، بنابراین این اذنی که اینجا میبینید. قال جحا اذا هاتی لی قدرا، یعنی چی؟ کی میدونه قدر یعنی چی؟ هاتی دیگه ظرف غذا، آفرین، قابلمه. حالا قابلمه، قدر بیشتر نزدیکه. آره قدرن، آفرین، یه قابلمه برام بیار. هاته، این فعل رو یاد بگیرید. هاتی، حالا هاتی به خانمه داره میگه هاتی لی قدرن، برام یه قابلمه بیار. و بعض قطع من الحجاره لاصنعه لكم، و چند تکه سنگم واسم بیار که براتون درستش میکنم. فاحضرت المرأة قدرا، خانمه یک قابلمه آورد. و بعض قطع من الحجاره، و کمی سنگ. اخذ جحا الحجاره فغسلها بالماء حتى صارت نظيفه تماما. جحا شروع کرد به شستن این سنگا با آب تا جایی که تمیز شد به طور کامل. این سنگا برقشون انداخت. ثم جعلها في القدر، سپس این سنگا رو گذاشت داخل اون قابلمه. و ملأ القدر ماء، و پر کرد قابلمه رو از آب، یعنی قابلمه رو پر آب کرد خیلی راحت بگم. و وضعها على النار، و قابلمه رو گذاشت روی قرار داد، گذاشت. و وضعها على النار، و قابلمه رو گذاشت روی آتیش.
فلما خب تا اینجا گفتم گذاشت دیگه روی اون قابلمه رو گذاشت روی آتیش. نیران گفتم جمع نار هست، نیران جمع نار. فلما اوشک الماء ان یغلی، اوشک از اون فعلای مقاربه هست. فعلای مقاربه سه شاخه میشد: افعال قرب که پدر همشونن، واسه هم بهشون میگن افعال مقاربه، پدر همه اینا. افعال مقاربه کلا سه حالته: فعلای قرب، فعلای دیگه چی بود خدایا، فعلای قرب و فعلای امید است اگه اشتباه نکنم، افعال رجا و افعال شروع. این سه تا، این از اون فعلای قربه. فعل قرب دو تا بیشتر هست فکر کنم بیشتر، ولی خب این دو تا خیلی معروفه، یکی کاده یکی اوشکه. کاده اوشکه، این دو تا هر وقتی اومد بعدش فعل مضارع معمولا میاد با ان ناصب و اینا، مثل اینجا ان یغلیه، یعنی نزدیک بودن به یه چیزی، نزدیک بوده یه هم چیزی میگم. فلما اوشک الماء ان یغلیه، وقتی که نزدیک شد، چیز نمونده بود که وقتی چیز نمونده بود که آب غل بخوره، به قولی غل به جوش بیاد، جوش بخوره اینا، ان یغلیه قشنگ جوش بشه اینا. قال لهما، بهشون گفت الان نضع فی القدر بصلا، الان توی این قابلمه چی میذاریم؟ بصلا. نضع بصلا یعنی پیاز. احسن، اینجا شروع کرد پیاز گذاشتن. فاحضرت له المرأة بصلا، خانم چی براش آورد؟ پیاز. احضر یحضر احضار، چیزی آماده کردن آوردن. احضرت له المرأة بصلا ثم قال والان نضع لحما، الان چی قرار میدیم؟ یه گوشت، لحما. فاحضرت له المرأة اللحم، خانمم براش گوشت آورد. این هر چی میگفت این انجام میداد. ثم قال الان نضع بعض حبات البطاطس، حبات البطاطس بعضی از دانه های، حالا دانه اینجا معنی نمیده ها، یعنی چند، حالا میشه گفت یعنی چند دونه سیب زمینی، آره دیگه چند تا سیب زمینی، حالا نه دونه تکه، چند تکه میشه. آفرین این قشنگتره. چند تکه این مثلا تکه اینا استفاده کن، چند تکه و حالا میشه استفاده چند تکه، چند تا اسلایس حالت این مدلی. بطاطس یعنی سیب زمینی. فاحضرت اونم آورد. وضعها جميعا في القدر، همه رو گذاشت داخل اون دیگ، اون قابلمه. اینا هم چقدر ساده لو بودن. ترک جحا القدر على النار، جحا این قابلمه رو رها کرد، ولش کردم جو آتیش، گذاشت رو آتیش بمونه. حتی نضج، این فعل خیلی خوبیه، این فعل مهمه، اینو یاد بگیرید. حتی نضج اللحم، تا اینکه گوشت پخته شد. میخوای بگی طرف میخوای بگی احمد آدم پخته‌ایه. احمد انسان ناضج، اسم فاعل از این میاره، پخته، یعنی نه فقط برای گوشت، برای آدم هم استفاده میشه. حواستون باشه این داره میگه فعل مهمیه. خب خوب اینو یاد بگیرید. احمد انسان ناضج یعنی آدم پخته‌ایه. انتی انسانه ناضجه، تو آدم پخته‌ای، تو خانم پخته‌ای هستی. این شکلی حواستون باشه. کلا ناضج یعنی پخته، رسیده، حالا هم برای میوه هم برای آدم، مثلا از لحاظ پختگی خام نیست اینا. هم برای اینجا که فعلش نضجه ینضجو، فعل لحم اینجا، تا جایی که گوشت قشنگ پخت، قشنگ خوب پخت و اینا. والبصل وبطاطس والرجل وزوجته ينظران الیه، خانم و در واقع آقا و همسرش بهش نگاه میکنن. ينظران الیه لیرا کم سخت، لیرا تا ببینند آن دو، مثناست دیگه. کیف یصنع حساء الحجاره، تا ببینن چه شکلی سوپ سنگو درست میکنه. فلما عرف جحا، وقتی که جحا فهمید، اینجا گفتم عرفت چندی معنی داره، شناخت، بلد بود، فهمید، اینا دانستم. فلما عرف جحا، وقتی فهمید جحا، وقتی متوجه شد جحا ان كل شيء قد نضج، اینکه همه چیز محتویات اون قابلمه چیز شد، قشنگ پخته شد و حسابی اوکی شد. قال لهما، بهشون گفت اين الاوعيه، اوعيه جمع مکسر وعاء واو عین الف همزه، واو عین الف همزه. طيب هكذا. وعاء. والملاعق، ملاعق چیه؟ جمع مکسر یک واژه‌ایه. ملاعق مفردش ملعقه. ظرف و قاشق. آفرین آقا، ظرف و قاشقات یا بشقابتون، بشقاب و قاشقاتون کو؟ کاسه ها و قاشقا. آفرین دقیقاً. این از این ملعقه. استاد ملاعق مفردش میشه چی؟ ملعقه. خیلی خوب. فلما احضرت المرأة الاوعيه، وقتی ظرف و ظروفا رو آورد خانم،
ملأ الجحا لنفسه وعاء من الحساء واللحم والبصل. این جحا اومد تا ظرفا رو گرفت، اومد برای خودش اولا چی پر کرد؟ برای خودش یه سوپی از گوشت و اون سیب زمینی و پیاز و همه رو برای خودش پر کرد اینا. و هو یقول لهما، و او بهشون، در حالی که اون بهشون میگفت، یعنی صحابش میگفت خدا بگیرید ما بقیه فی القدر، بگیرید هر چی تهدیگ موند اینا همش برای خودتون. فذوقاه فانه حساء الحجاره لا نظير له في لذة المذاق ولم يكن في القدر وقتئذ الا الحجاره. میگه بگیرید هر چیزی که باقی موند، یعنی باقی مونده یا همون تهدیگ، هر چیزی که باقی مونده قابلمه رو بگیرید و بچشید. این همون سوپ سنگه که بی‌نظیره، لا نظیر له، یعنی نظیر نداره. اینا حواستون باشه، لا نظیر له، نظیر نداره، بی‌نظیره. میخواید عربی این فلان چیز بی‌نظیره، نظیر نداره، اینو استفاده می‌کنید. حواستون باشه. فی لذت المذاق، در واقع خوشمزگی، لذت المذاق هم خوشمزگی میشه، لذت المذاق. و لم یکن فی القدر وقتئذ یعنی آن هنگام، وقتئذ آن هنگام، اون موقع که این حرفو زد و بهشون گفت اصلا لم یکن فی القدر وقتئذ الا الحجاره، اصلا چیزی نبود جز سنگ. صنعاء معانی زیادی داره صنعاء، حواستون باشه بهش، ولی خب بیشتر حالا ساخته، چیزی رو ساختن، صنعاء به وجود آوردن، خلق کردن، این معانی میده. اصنع الرجل یعنی اون مرده کار را آموخت و استوار انجام داد، به دیگری یاری کرد. اصنع کار را آموخت، اصنع بهش اینجوری استفاده میشه. اصنع ذوق یعنی سلیقه. خب خود ذوق اذواق هم که جمع میشه سلیقه، اینو شما در نظر بگیرید چون فرهنگ لغت اومده. این بعد سلیقه چیه؟ ردیء الذوق. بذار بنویسمش. احسن یحسن احسان، یکیش همینه که گفتم خوبی کرد. اگه مثلا با یه چیزی مثلا فلانی احسن الفلان، یه چیزی احسن کرد، مثلا میگه احسن الشیء، یعنی چی احسن الشیء؟ یعنی آن کار را به خوبی فرا گرفت و دانست. هو احسن اللغه العربیه، این عربی رو خیلی خوب یاد گرفت. این بستگی داره، این حواست باشه چه شکلی. اینجا میگه لا احسن، خوب بلد نیستم واقعیتش، لا احسن وصفه، بلد نیستم خوب توضیح بدم، بلد نیستم خوب وصفش کنم، توصیفش کنم، بلدم بسازمش اگه بخواد. این حواستون باشه. احسن یحسن، احسن یحسن احسان، احسن یحسن احسن، یه جانیش برای مؤنثش، میدونید مؤنثش یه چیز، یک یه اضافه تر، همین احسان. این نکته دیگه بهتون بگم، من این نیازم هست این نکته رو بهتون بگم. نکته دیگه مهمی هست. ببینید شما تو بحث مذکر مؤنث احسن، تو بحث مذکر مؤنث میدونید که توی مضارع و توی امر هست که یه دونه یه داره مؤنث، تذهبین یه دونه یه داره مفرد مؤنث تو مضارع و توی امر، اذهبی احسنی. اوکی، فقط تو مضارع و امر این شکلیه که یه دونه یه میاد اینجوری، انگار که علامت خاص مال مؤنثه. توی ماضی کسره یا فتح هست دیگه، اصلا علامت خاصی نیست. مثلا ذهبتی دیگه نه، یا تی و یه بیار بعدش، ماضیه. ذهبتی میخونیش ولی کسره میذاری. غمرتنی می‌نویسی، غمرتنی به لطفکی، اما چی میخونیش؟ غمرتینی به لطفکی. تو اینجوری میخونیش اما کسره است، حواست باشه. اینو حتی خود عربا قاطی میکنن، چون میبینن اینجوری میخونن میگن ها پس حتما یه با بذارم. حواست باشه، ماضی نداره این داستان، ولی مضارع امر چرا. استاد ببخشید. نعم تفضلی. تو بحث احسنه نیکی کرد. آره یه فعلی دیگه داریم ازش، حسونه. حسونه شاید خوب شد معنی بده. خوب بود. آره خوب شد. آره فعل ماضی اصلا حسونه یه چیز دیگه است. بذار الان میزنم برای احسن اینم خیلی خوبه. احسن معاملته، اینو یاد بگیرید. احسن معاملته یعنی با او رفتار نیک و دوستانه کرد، با او خوش رفتاری کرد. انا احسن معاملتك یعنی با خوب رفتار کنم، نگران نباش. احسن معاملته، اینو احسن هو فاعلش معاملته، مفعول به معاملته هو مضاف الیه. او مثلا احسن الظن به، احسن الظن هو احمدی هر کسی، احسن الظن به، به او گمان خوب برد، به او گمان خوب برد، یعنی این بهش اعتماد کرد، گفت آره مثلا بد گمان نبود بهش، بد گمانی نکرد نسبت به طرف. اینا حواستون باشه. با الا میاد، احسن الا، احسن الا یا به، با الا و به حواست باشه. با الا، حالا اینجا نمیدونم الا جا میشه الا، الا همچنین با الا و به میاد این حرف جری. احسن بهی، احسن الیه، بهش نیکی کرد، بهش خوب کرد. اون فعلی هم که گفتی حسنه و اینا خیلی معنی داره. حسنه، حسنه ببین، حسنه زیبا شد معنی میده، حسنه زیبا شد، حسن مصدرشه، حسنه زیبا شد، حسنه هم همینطور، حسنه زیبا شد. حسنه اصلا یه چیز دیگه است، حسن یا حسن و تحسین. تو فارسی تحسینت میکنم، شنیدید تو فارسی دیگه میگم تحسینت میکنم. خب آن چیز را زیبا کرد، آن چیز را آراست، معنی بهتر کردم هستا. سأحسن لغتی العربیه، زبان عربی رو بهتر میکنم ان شاء الله. معنی اینجوری میده، حواس باشه. حسن و حسن و تحسین این معنی هم داره. دیگه حسنا میدونین چی؟ حسنا دختری که خیلی خوشگله و خیلی زیبا روه، عربا بهش میگن حسنا. زیبارویان میشه حسناوات. حسنا، حسناوات میگه. این و چیه؟ این قاعده است تو عربی ها، اگه نمیدونید بهتون توضیح میدم یا یادتون رفته. یعنی زیباروه، دو خانم زیبارو، دختر زیبارو، حسناوات زیبارویان جمع میشه. این واو بچا نکتهش اینه، وقتی که کلمه آخرش به همزه ختم میشه، مثل حسنا، مثل زهرا اینا، و میخواد با الف و ت جمع بسته بشه، چون مؤنث دیگه با الف و ت جمع بسته میشه، خب نمیشه، یه جوری میشه دیگه. این همزه تبدیل به واو میشه. سماء سماوات، حسنا حسناوات. این نکته رو بدونید، همزه به واو تبدیل میشه برای که بشه خوندش. حسناات یه جوری دیگه، حسناوات همین علتش اینه. طيب
این از این و انتهى اظن لا بقى شيء. لا احسن وصفه میتونم بسش کنم. ببینید بدون دکتر این نکته رو گفتم چندین بار گفتم وقتی دو تا فعل پشت سر هم توی عربی میاد دومی میتونه با ان ناصبه اینا بیاد یا مصدرش به عنوان مفعول به برای فعل اول. لا احسن ان اصفه میتونه اینجوری بگه لا احسن ان اصفه نمیتوانم که وصفش بکنم. گفت نمیتوانم وصف کردنش را. چه اینجوری بیاد چه اونجوری تو عربی تو فارسی تو باید فعلی ترجمهش کنی مهم نیست اما تو عربی گفتم دو حالت لا احسن ان اصفه لا احسن وصفه درست ولكن استطيع اینا میدونید فعل استطاع یستطيع استطاعت که میگه استطاع یستطيع استطاع بتوان استطاعت در استطاعت مالینا استطاعت توانایی ان اصنع لكم اردتم نعم بقیش دیگه چیز خاصی نه آسونه هاتی یعنی بیاور اگه بگه هاتنی یعنی برای من بیاور این استاد ببخشید نعم الان گفتین هاته با عطا مترادفن خب لطفا مضارع ایناشو میگین مضارع و مثلشو صرف هاته رو منظورته بله چشم استاد تو می‌نویسید ببخشید چشم می‌نویسش به طور الان می‌نویسش بلاس کجاست ببین هات فعلش یعنی از اون فعل امر جامد البته ببینید یه چیزی بهتون بگم نکته رو صرف این که میگی مثلا صرفشو بنویس این هات از اون فعلیه که ماضی یا مضارع فکر نمی‌کنم داشته باشه من ندیدم واقعیتش حالا که ماضی داشته باشه یا مضارع گفتم همین چند دقیقه پیش مگه نگفتم بعضی از فعل‌ها هستن فقط ماضی داره فقط مضارع داره فقط امر داره از اون فعلیه که فقط امر داره امرم همشون نمی‌خوایم حالا باز من همشون می‌سازم دیگه دیگه هاتو برهانکم شنیدید تو قرآن دیگه آره این کنتم صادقانه هاتی هاتو که گفتم هاتی ها تیا هاتینا اعطی اعطا یه بخشی هست دوستان توی سایت المانی یه بخشی هست نوشته حالا با گوشه اگه میرید خط خاکستری سمت راست بالا میزنید نوشته المرادفات و المتضادات هم چیزی میزنید بعد رفت داخل مثلا هاتی هر چیزی که دوست داری با کیبورد داری بنویس همه مترادفات متضادشو میاره اگه اونجا اینو اوورد خب پس درسته حرف تو درسته مثلا این مترادف اون هست یا نه به این صورت توی بحث المانی این از این مثلا تو بخش آره مترادفات ببین مترادف و متضاد الان مثلا هاته رو می‌نویسم ببینم چی میاره برات ببین مترادفاش اینا اعطنی امنحنی ناولنی وجله وهله چیزی که اینجا آورده مترادفای هاته اجله اصلا توش نیست متضادش چیه تناول خذ هاک هنیئا اینا متضادشه که حالا کاری نداره فعلا ببین میگم اونجا هست دایره واژه‌هات اون این چیزایی که از شاخ و برگ بیشتر بشین با استفاده از المانی این از این فعلا ترجمه شده یه چند تا فعل دیگه از خودم می‌ذارم رو تابلو براتون و براتون میفرستم مثل احوار اینا اگه نیاز می‌بینید اگه نیاز نمی‌بینید که اگه می‌خواید من می‌نویسم براتون چند تا فعل دیگه هست اونا رو تابلو می‌ذارم و براتون می‌فرستم همین دیگه تا همینجا چند تا فعل دیگه هست مثل بنویسید خب اونا رو می‌فرستم آره می‌نویسم می‌فرستم تا همینجا ان شاء الله و جلسه بعد دیگه ان شاء الله حالا داستان جدیدم اگه شد می‌فرستم ولی میریم سراغ انیمیشن و این بحثا